سلام دوستان. آیا ما به زودی قادر خواهیم بود به سیارات دیگه سفر کنیم؟ این سوالی است که با پیشرفت‌های اخیر در علم فضا بیشتر مطرح شده. از وقتی که انسان‌ها اولین قدم‌هاشون رو روی ماه گذاشتن، سفر به فضا تبدیل به یک رویای بزرگ شده. حالا با پیشرفت‌های فناوری، این رویا ممکنه به واقعیت تبدیل بشه. پروژه‌هایی مثل اسپیس ایکس و ناسا در حال توسعه تکنولوژی‌هایی هستند که ممکنه بشر رو به مریخ بفرستند. اسپیس ایکس تحت هدایت ایلان ماسک قصد دارد تا اواسط دهه 2030 اولین مأموریت‌های سرنشیندار به مریخ رو انجام بده. اما این سفر چالش‌های عظیمی هم به همراه داره. از شرایط سخت فضا تا مشکلات منابع انرژی و اکسیژن. یکی از بزرگترین مشکلات اشعه‌های کیهانی هست که می‌تواند تاثیرات جدی روی سلامتی داشته باشه. ولی تکنولوژی‌های نوین میتونن این مشکلات رو برطرف کنن. آیا بشر میتونه به طور دائمی روی سیارات دیگه زندگی کنه؟ مریخ شرایط مناسبی برای زندگی نداره، ولی میتونه نقطه شروعی برای سکونت‌های آینده باشه. فناوری‌هایی مانند ساخت شهرهای خودکفا در مریخ در حال بررسی هستند. شاید سفر به سیارات دیگه روزی واقعیت بشه، اما زمان دقیق اون مشخص نیست. اگر بشریت به این هدف دست پیدا کنه، این اتفاق میتونه یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی و انسانی تاریخ باشه. نظر شما چیه؟ فکر میکنید که بشر به زودی به سیارات دیگه خواهد رفت؟ یا این تنها یک رویای علمی تخیلی خواهد ماند؟ نظرات خودتون رو برامون بنویسید و اگر دوست داشتید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر زنگوله رو فعال کنید. تا ویدیوی دیگر، خداحافظ.